اینا مقصد کلمه را بیان میکنند، یعنی یقین کردن از خدا و یقین نکردن از بنده. یعنی هر چیز را خدا میکند و بنده هیچ چیزی را نمیتواند. اولین ایجاد این حرف به همی ترتیب بود که من بیان کردم. علما سر از یا تهاجم آوردن، عده به اینها کتابها نوشتن و تثبیت کردن که اینها عقاید جبریه را دارد. چرا که یک خلق اشیاء و یک فعل اشیاء، کسب اشیاء. خالق خداوند متعال است، خداوند هیچ چیزی را نمی کنه. علما نشسته است. کردن و نکردن تعلق به کسب و به فعل داره. خلق پیدا نمودن اختصاص به خدا داره، یعنی هیچ کس خالق نیست. کسب و فعل کردن به اختیار خود بنده خودش انجام داده میتواند. خدا میگوید والله خلقکم و ما تعملون. او ذاتی از خدا که شما را پیدا کرده و آن چیزی که شما عمل میکنید او را خداوند متعال پیدا کرده. پس انسان به اختیار خود اعمال خود را انجام میدهد. وقتی که اینطور نسبت شود که هر چیز خدا میکند و بنده چیزی را نمیتواند، امی هر اگر منعکس کنیم ترجمه کنیم به عربی ببریم، ایره میگوین حرف سور، یعنی همه افعال نیک و بد و قبیح و ناروا همه را خدا میکنه. نعوذ بالله من ذالک. علما سر زیاد تهاجم آوردن، دلاخر از فکر کار گرفتن، یک قید را اضافه کردن. در اواخر میگوین هر چیز به اراده خدا میشود. در این گپ شک نیست که هر چیز به اراده خدا میشود، مگر بعضا مشکل دینی داره. گپا بسیار دقیق است، چون آل به عقاید میپیچیم خیلی دقیق باشه. ما از روی سند گپ میزنیم. در این قسمت این سخنران بزرگوار مطالب دیگری را در مورد توحید و در مورد ترجمه و بیان کردن مقصد کلمه لا اله الا الله از زبان برادران تبلیغی و علمای تبلیغی بیان میکنن که بله اینا مقصد کلمه را چنین بیان میکنن که یقین کردن از خدا و یقین نکردن از بنده، که یعنی هر چی میشه از خدا میشه و از بنده هیچ چیز نمیشه. بله جماعت تبلیغی این حرف را میگن، اما نه به این معنا که نفی اراده انسان باشه. میگن که یقین کردن از خدا و یقین نکردن از بنده، که از بنده هیچ چیز نمیشه مگر خدا اراده نکنه. نه اینکه از بنده هیچ چیز نمیشه، بلکه عامتر این الفاظ را به زبان میارن. میگن که از مخلوق هیچ چیز نمیشه مگر زمانی که خدا اراده نکنه. همونطوری که مثال های زیادی هم در این مورد میزنن، در مورد آتش نمرودیان، در مورد آب رود نیل، در مورد کارد حضرت ابراهیم علیه السلام و دیگر مثال هایی که میزنن. اگر خدا نخواد نمیشه، اگر خدا بخواد از مخلوق چیزی میشه. اما نه به این معنا که تبلیغی ها بیان اختیار انسانی را انکار بکنن. در حقیقت اگر جماعت تبلیغی منکر اختیار انسان بود و دارای عقیده جبر بودن، پس این آمدن و در به در گشتن و 3 ماه و 4 ماه و 40 سال و 7 ماه و 3 روز رفتن و دیگران را به طرف مسجد دعوت کردن و در صحبتهای خود با زبان شیرین و با زبان گویا بیان کردن که برادران بیاییم دین را اختیار بکنیم، هر کسی دین را اختیار بکنه در دنیا آخرت خوشبخت میشه. پس این چه معنایی داره؟ این جبره؟ بلکه نه برادران گرامی، عقیده جماعت تبلیغ همون عقیده علماء دیوبنده و علماء دیوبند کتاب عقیده خلاصه چکیده عقاید اهل سنت را همین چیزی است که مولانا خلیل احمد سامپوری رحمت الله علیه در کتاب المهند علی المفند نوشتن. و عقیده جماعت تبلیغ چیزی غیر از این نیست. و از همین بیان جماعت تبلیغی که یقین کردن از خدا و یقین نکردن از بنده یا از مخلوق، دوما نتیجه گیری میکنه که هر چیز را خدا میکنه و بنده هیچ چیز را نمیتونه بکنه. و بعد مدعی هستن که بله علما تهاجم آورده، کتاب ها نوشتن که بله اینا عقیده جبری دارن و بعد شروع میکنه به بحث های فلسفی و بعد همین گفتار ساده جماعت تبلیغی را در آخر نتیجه میگیره که بله جماعت تبلیغی چنین عقیده داره که همه کارهای خوب و بد را خدا میکنه. و مدعی هستن که در انتها علمای جماعت تبلیغ از فکر کار گرفتن که بله همه چیز به اراده خدا میشه مگر این عقیده باز نعوذ بالله
مشکلات داره. خب برسیم به قسمت شباهت این بزرگوار. عجیب است، خود این بزرگوار کلماتی را از زبان جماعت تبلیغی بیان میکنن و نهایتا خودشون هم نتیجه گیری میکنن. یه چیز عجیبیه. شما اگر واقعا اهل دلیل هستی، با سند شما گپ میزنین و چیز جایز را ناجایز قرار نمیدین، خب این حرفایی که شما میگین از کجاست؟ از کدوم کتاب علمای دیوبند که علمای جماعت تبلیغی هستن چنین عقیده را از جماعت تبلیغی شما ثابت میکنین؟ بله، اگر شما میتونین فقط از یک کتاب علمای دیوبند و از یک کتاب علمای جماعت تبلیغ بیارین که کدام یکی از علمای جماعت تبلیغ قائل بر عقیده جبر هستن. شما میگویید که علما تهاجم آوردن، کدوم علما هستن؟ کدوم یک از علما آمدن در مورد علیه جماعت تبلیغ کتاب نوشتن؟ بله، اینجا کتابی هست، فتوای علمای حقانی. فتوای علمای حقانی در تکفیر جبریه تبلیغی رایبندیه. کی نوشته این را؟ همین صیفیه ها نوشتن. این کتاب را از مدارس این صیفیه های ترکمن صحرا ما این تهیه کردیم. یکی از دوستان ظاهرا این هدیه دادن که بله شما ببین این رأی علما هست در مورد جماعت تبلیغ. کی نوشته معلوم نیست، چاپ کجاست اینم معلوم نیست. فقط یک داستان خیالی را آوردن که بله در وزیرستان مناظره شد و فلان و فلان و فلان. معلوم نیست، نه اسم مصنف هست نه اسم کسی دیگری. همینطور تهمت صاف. شما اگر واقعا مدعی هستین که نعوذ بالله در عقیده جماعت تبلیغ عقیده جبر هست، پس بفرما این همه کتاب های علمای دیوبند، شما فقط یک کتاب از علمای جماعت تبلیغ و از علمای دیوبند برای ما برداریم بیارین که بله این عقیده صاف در اونجا نوشته باشه که بله انسان اختیاری نداره. بعد از اونم برادران گرامی، این بحث های فلسفی که این بزرگوار سعی در فهماندن این صوفی های عوام که در جلوش نشسته داره که بله انسان هم اراده داره، خدا هم اراده داره، انسان ارادهش جلوتر از خدا هست. این درسته، بحثا همه سر جاش ثابته که انسان اراده داره، خدا هم اراده داره. اگر من اراده نکنم این اراده اختیاری من هست. الله متعال بنده را بر گرفتن یا نکردن کاری جبر نمیکنه. اختیار انسان در افعال کسبی جلوتر از اختیار خودش الله متعال قرار داره. لالا این بحثای فلسفی هستن. ما این بحثا رو در همین عقاید نصفی ما خواندیم. باور کنین در طول 9 ماه با یک سر صدا همین طلاب موقوف علیه که ما در همون سال 9 یا سال 8 ما این درس را خواندیم، همین طلاب همینایی که میخواستن مولوی بشن مانده بودن این حرفا رو چطور بفهمن. خدایا با یک زوری آمدن از این بحثای فلسفی نمره قبولی را گرفتن. الحمدلله فضل خدا من در مورد قضا و قدر الهی و اینکه انسان اختیار داره نداره کتابی الحمدلله نوشتم، اگرچه متاسفانه به چاپ نرسید، در خانه بنده موجوده، در فایل بنده موجوده. اما این بحثایی که این بزرگوار سعی در تفهیم این عوام مسلمین داره، این بحثای فلسفی است و این هیچ ربطی به عموم مسلمان ها نداره. آمدن و بحث کردن سر این مباحث این دست به فتنه انداختن امت محمد صلی الله علیه و سلم است. خود صاحب عقاید نصفی هم در همون ابتدای کتاب عقاید نصفی میگه که چرا ما این بحثا را کردیم، چرا ما این بحثا را پیش کردیم. میگه بله شبهاتی از طرف گروه های دیگه فرق اسلامی بر امت اسلام وارد شده و ما بر همین مبنا این مباحث را میکنیم. همینطور که امروزه این مباحث اصلا وجود نداره و چنانکه شما میبینید هیچ علمایی هم از علمای امت اسلام در عموم مسلمان ها این حرف ها را علل اعلام به مردم نمیگه، بلکه این بحث علمی است و بحث مولایی. اما این گفتار این بزرگوار که جماعتی هم میگن هر چیز به اختیار و قدرت خدا میشه و بنده هیچ اختیار و قدرتی نداره، جماعت تبلیغی همچین حرفی را هرگز نمیگن، بلکه جماعت تبلیغی همین حرف را میگن که انسان باید یقین بکنه که هر چیز از خدا میشه و از مخلوق اگر خدا نخواد هیچ چیز نمیشه. از مخلوق، انسان ها هم جزو مخلوقات هستند، هر چی غیر خداست مخلوقه. پس همینطور جماعت تبلیغی عقیدش همینه. لذا گفتن این حرف که بله جماعت تبلیغی ها میگن که
هر چی که خدا بخواد میشه، اگر مخلوق چیزی بخواد نمیشه. این در حقیقت نفی اراده انسان نیست، بلکه اینا ترجمه های قرآن کریم هستند. قرآن چی میگه؟ و ما تشاءون الا ان یشاء الله. شما نمیخواین مگر خدا بخواد. یعنی چه؟ یعنی که فقط با خواستن شما کاری درست نمیشه. شما میخواین و در عوض خواستن شما باید خدا هم اراده بکنه تا این چیز به وجود بیاد. خود شما در زندگی خودتون تجربه کردین. خیلی از وقتا شده که ما کاری را خواستیم بکنیم، ما اراده کردیم ولی خدا نخواسته. و ما تشاءون الا ان یشاء الله. خواستن شما تنهایی فایده نمیده مگر اینکه خدا نخواد. مثلا من برای شما مثالی میزنم. الان کسی که میخواد بچه دار بشه، هم میخوان بچه دار بشن، زن و مرد اراده دارن که بچه دار بشن، اسباب بچه دار شدن رو انتخاب میکنن، اختیار میکنن، دعا هم میکنن. اما اگه خدا نخواد میشه؟ اگه خدا نخواد میشه این چیز؟ بله ما اراده میکنیم، اراده ما جلوتر از اراده خداست در افعال کسبی. اما اگر خدا نخواد نمیشه هیچ وقت. دارو که ما میخوریم، دارو رو سبب شفا الله متعال قرار داده. اگر ما دارو میخوریم اگر خدا نخواد این دارو شفا میده؟ آب که میخوریم این برای سیراب کردن، اگر خدا نخواد آبم سیراب نمیکنه. غذا که میخوریم این برای سیر کردن، اگر خدا نخواد اینم سیر نمیکنه. مقصد جماعت تبلیغی از بیان این مطالب نفی اراده خدا نیست، بلکه نفی اراده مخلوق نیست، بلکه متوجه شدن به قدرت خداوند متعال. چنانکه ما خودمون میگیم لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول هیچ بازدارنده از گناه نیست، ولا قوة هیچ کمک دهنده بر طاعت عبادت نیست الا الله مگر خداوند متعال. در همین کلمه لا حول ولا قوة الا بالله ظاهرا اینطور معلوم میشه که انسان اختیاری نداره، هیچ بازدارنده از گناه نیست، حالا که انسان میتونه خودش نگه داره. بله انسان اراده میکنه، با توفیق خدا هر چیزی حاصل میشه. لذا گفتن انسان که بله من این کارم من میکنم و من خودم به اختیار تام این کار را میکنم، بله انسان اراده میکنه برای نماز تهجد بلند بشه، اگر خدا توفیق نده هرگز چنین چیزی صورت نمیگیره. مثلا همین مثالی که در جلسه پیش زدم، نمرودیان خواستن با ابراهیم علیه السلام معامله آتش بکنن، انداختن داخل آتش، آتش میسوزانه، اما اگر خدا نخواد آتش هم چیه؟ نمیسوزانه. لذا این گفتار برادران جماعت تبلیغی هیچ ربطی به این بحث‌های فلسفی نداره، بلکه این چکشی بر قلب مؤمن غافله که در طول زندگی در همین محیط فاسدی که داره زندگی میکنه تمام هم و غم و توجهش به همین اسباب عادی و به این اسباب دنیوی شده. جماعت تبلیغی این حرف را بارها و بارها و بارها تکرار میکنن تا قلب مسلمان قبل از متوجه شدن به اسباب دنیوی به الله متوجه بشه و بعد چکار بکنه؟ اسباب را اختیار میکنن. همینطور که در ترتیب خودشون همین است. قبل از رفتن به 3 روز یا 4 ماه یا 40 در هر مسجدی که میخوان برن قبل از رفتن دعا میکنن، تا به مسجد رسیدن دعا میکنن که یا الله ما آمدیم برای زحمت دین شما، یا الله ما اختیار کار خودمون را کردیم، یا الله تو هدایت بکن، تو توفیق بده، تو این محل را یا الله متوجه این کار امر معروف نهی از منکر بکن، که وظیفه هر مسلمان امر معروف نهی از منکر است و شرکت در جماعت تبلیغ برای یاد گرفتن همین امر معروف نهی از منکر به نحو احسن هست. غیر از این هیچ چیز دیگر نیست. لذا برادران گرامی این بحث های فلسفی را کردن و بعد ادعا بر این که جماعت تبلیغی ها نعوذ بالله عقیده جبریه دارن، این کاملا سر تا سر 100% عقیده اشتباهی است. در هیچ یک از علمای جماعت تبلیغ عقیده جبریه وجود نداره. بله عوام تبلیغی شاید حرفی گفته باشه، حرفی بزنه، چیزی را بیان بکنه، اما در جماعت تبلیغ همونطور که در دفعه پیشم از مولانا محمد عمر سربازی رحمت الله علیه در جلسات قبل من گفتم، خامگی های اونا را، اشتباهات اونا را باید چکار کرد؟ باید اصلاح نمود. قسمت دیگر از سخنرانی این بزرگوار را بشنویم و برسیم به شبهات دیگر این بزرگوار.